موفقیت تصادفی نیست، نتیجه تصمیمات درست و تلاش‌های پیوسته است. سلام. به قسمت سوم آموزش رایگان با من خوش اومدید. یادتون باشه تا زمان پایان دوره میتونید به صورت رایگان هر سوالی که دارید با آیدی تلگرامی که براتون میذارم پیام بدید و دستیارا و میکاپ کارهای خودم که چندین سال کنار من کار میکنم پاسخگوی شما هستم به صورت رایگان و میتونید تمام اشکالاتتون رو با اونها مطرح بکنید و رفعش بکنید. امیدوارم انجام بعد آموزشم همینقدر لذت ببرید. خب بریم برای سایه. من از آندر بیس استفاده میکنم برای زیرسازی سایه. همونطور که میدونید قبل از اینکه بخواید روی چشمتون از سایه استفاده بکنید، هر نوع سایه‌ای فرقی نمیکنه، حتما باید یه بیسی داشته باشید که این بیس میتونه یه کانسیلر باشه یا بیس مخصوص سایه باشه. اگر قرار باشه از کانسیلر استفاده بکنید، ماکسیموم میتونید 2 الی 3 تا سایه روی پشت پلک اپلای بکنید و از رنگ‌های زیادی نمیتونید استفاده بکنید. اما اگر مثل من از آندر بیس مخصوص در واقع سایه استفاده بکنید، میتونید تنوع زیادی از رنگ‌ها روی پشت پلک بذارید و پیگمنت خیلی خوبی بگیرید. اما کانسیلر هم میتونه برای شروع میکاپ پشت پلک گزینه خوبی باشه. نیمه خارجی چشم رو از آندر بیس رنگ نچرال استفاده کردم و نیمه جلوی چشم رو روشن، چون میخوام جلوی چشمم رو روشن‌تر کار کنم و گوشه چشم رو تیره‌تر. خب از یه هایلایتر استفاده میکنم برای قسمت جلوی چشم ها. رنگ که استفاده میکنم یه رنگ صدفیه، چون به چشم ها فرم خیلی خوبی میده و حالت چشم رو خیلی معصومانه تر میکنه. صدفشون جانم، کار شما میکاپ آرتیستا خیلی شبیه کار پزشکی زیبایی. آره، چون دقیقا ما هم همین کارو میکنیم دیگه. باید آناتومی چهره رو بشناسیم و بتونیم چیزای تغییرات مثبت روی صورت ایجاد بکنیم، حالا بدون استفاده از ژل و بوتاکس، ولی یه قسمتایی رو برجسته یه قسمتایی رو برجسته تر کنیم، یه قسمتایی رو تیره تر بکنیم. میتونه بعد خیلی خوبی بده. دقیقاً باهاش موافقم. جلوی چشم از هایلایتر روشن استفاده میکنم. زیر ابروها رو از یک هایلایتر رنگ نچرال استفاده میکنم که خیلی سفید نمیخوام باشه. برای نیمه چشم ها از یک رنگ هلویی و بژ استفاده میکنم که تم روشن داشته باشه. رنگ که دارم استفاده میکنم شاین داره بچه ها. نگاه کنید و کل پشت پلک رو باهاش کاور میکنم. از یه رنگ نچرال استفاده میکنیم، یه رنگ قهوه‌ای خیلی ملایم برای 1/3 گوشه چشمش. خوب نگاه کنید. از یه براش بلندینگ استفاده میکنم و از یه رنگ خیلی ملایم رو قسمت خارجی چشمش، روی استخون پلک و خط کریس هم استفاده میکنم و به صورت رفت و برگشتی و دورانی به سمت شقیقه ها میکشم. با این تکنیک چشمو خیلی کشیده تر میکنیم، پف پلک و افتادگی پلک رو از بین میبریم و یه فرم خیلی خوب به چشم میدیم، در عین حال که از رنگ های خیلی تیره و غلیظ استفاده نکردیم. خوب نگاه کنید. حالا از یه رنگ گرم استفاده میکنم که تم هلویی داشته باشه. میتونه خیلی کمک کنه به اینکه رنگ جوندارتر و رنگ شادابتری روی پشت پلکم داشته باشم. اما یادتون باشه رنگتون رو نیارید جلو و سایه جلوی چشمتون رو خراب نکنید. هرچه رنگ‌های تیرتون رو روی قسمت خارجی چشم حفظ بکنید، چشمای کشیده‌تر و سایه چشم خاص‌تری خواهید داشت. هرچه که رنگ‌های تیرتون رو بیارید جلوتر، چشم به حالت گرد میره. از رنگ‌های هلویی روی این قسمت استفاده کردم. حالا میرم از رنگ‌های ملایم‌تر برای فید نهایی استفاده کنم. از یه رنگ گرم آجری استفاده میکنم. روی قسمت خارجی سایم میزنم. حجم زیادی از سایه رو نمیگیرم چون نمیخوام کل طیف سایم این رنگ رو بگیره. فقط میخوام یه تاچ و یه حاله از این رنگ رو توی کارم داشته باشم. برای فید نهایی همونطور که گفتم از یه رنگ خیلی ملایم میگیرم و دوباره فید نهاییم رو انجام میدم. بچه‌ها این تکنیک میتونه خیلی جذاب باشه و کل شقیقتون رو کانتور بکنه. هم سایه‌تون رو فید میکنه، هم شقیقتون رو کانتور میکنه. میام قسمتی از پلک بالا و پلک پایین رو از هم جدا میکنم و خطم رو به این حالت میندازم. از کانسیلرم استفاده میکنم ولی حجم خیلی کم از کانسیلرم استفاده میکنم. با این تکنیک کاملا به سایم بعد میدم و حالت چشم و سایم رو مشخص میکنم. بلا فاصله توی این مرحله باید بیاین با استفاده از یه پنکیک روشن کاملا کانسیلرتون رو خشک بکنید.
میخوام از خط چشم قهوه‌ای توی این مرحله استفاده کنم چون دارم میخواد سعیم همینطوری توناژش لایت بمونه و نمیخوام خیلی تیرش بکنم. از یه براش خیلی ظریف استفاده میکنم از نیمه چشم. خوب گوش کنید. به سمت انتهای چشم میارم. هرچه به سمت انتهای چشم میرم میتونم خط چشممو پهن‌ترش بکنم و در نهایت باز کن چشمتو. ببین از انتهای چشمم یه خط خیلی ظریف میندازم. پایین رو نگاه کنید و حالا خطم رو به سمت داخل از انتها فید میکنم. جلوی چشم ها در هر صورت کاملا باید بن موضعی و باریک باشه. اصلا نباید جلوی چشماتون رو پهن کار کنید چون چشما رو دفرمه میکنه و حالت گرد به چشمتون میده، از کشیدگی چشماتون کم میکنه. میتونید کمی از این خط چشم قهوه‌ای برای جلوی چشم هم استفاده کنید. از یک رنگ قهوه‌ای تیره استفاده میکنم. خیلی با آرامش مرز خط چشمم رو از بین میبرم. خوب دقت کنید. فشار دستتون باید خیلی کم باشه به حالت دورانی و رفت و برگشتی. فقط هم روی مرز تمرکز کنید. بعد از یه رنگ روشن‌تر استفاده میکنیم و روی مرز سایه قهوه‌ای که زدیم کار میکنیم. من اینجا میخوام از یه رنگ دودی تیره برای بن موژه و بیس خط چشمم استفاده بکنم و این قسمت رو کمی تیره تر بکنم به این حالت. خب توی این مرحله من میخوام از مداد چشم قهوه‌ای تیره استفاده بکنم و توی لثه چشمم رو کاملا قهوه‌ای کنم. خیلی فرم چشما رو خوشگل میکنه، به چشم خیلی بعد خوبی میده، چشما رو گیراتر میکنه. بالا از همین مدادم کمی روی بن موژه زیر چشمم میکشم چون میخوام از یه سایه قهوه‌ای برای زیر چشمش استفاده بکنم و این روش باعث میشه یه پیگمنت خیلی خوب داشته باشم. این تکنیک رو خیلی ها نمیدونن و شما زمانی که از این تکنیک برای میکاپ چشم ها استفاده میکنید میتونید خیلی کارتون رو منحصر به فرد بکنید و این رو حتما توی قسمت پرسش و پاسخ ازتون سوال میپرسم. با استفاده از یه براش ظریف میام مدادی که به زیر چشم زده بودم رو فید میکنم و حالا با استفاده از یه سایه رنگ مدیوم کاملا میام خشکش میکنم. بستگی به اون اندازه که خودتون دوست داشته باشین میتونید زیر چشم رو تیره تر یا روشن تر کنید. توی این مرحله اگه دوست داشتین بالا میتونید از یه شاین خوش رنگ برای زیر چشم هم استفاده بکنید. برای میکاپ ابروها از هر ژل ابرویی که دارید میتونید استفاده بکنید و این فرچه های ابرو کاملا موی ابرو رو با یک فرچه کاملا تمیز به سمت بالا لیفت میکنید. اگر براشتون کثیف باشه باعث میشه که ابروهاتون سفیدک بزنه، پس حتما باید فرچه ابروتون تمیز باشه و حین کار هم تمیزش بکنید. من از براش 4 سرکج استفاده میکنم از برند گراف و قسمت هایی از ابرو که احساس میکنم مو نداره و خالی هست با فشار دست خیلی کم و در راستای رویش موی ابروی خود مدلم خطم رو میندازم. یادتون باشه رنگی که استفاده میکنید باید با ابروی خود مشتریتون هارمونی داشته باشه. نباید یه رنگ خیلی روشن‌تر یا خیلی تیره تر استفاده بکنید. در امتداد خواب ابرو هاشور بزنید. با این روش لوک طبیعی تری از ابرو خواهید داشت. یعنی زمانی که رویش موی ابرو به این سمت منم به همین سمت خوابیده است منم میخوابونم. برید من این قسمت ها خیلی جزئی احساس میکنم خالی هست، برای همین روی این قسمت ها مواد گذاری میکنم. همین روش رو برای اون سمت هم اجرا میکنیم.
خیلی خوب دقت کنید موادی که برای ابرو استفاده میکنید خیلی ضد آب باشه و با عرق و مرطوب شدن صورت به هم نخوره. این خیلی مهمه. سلام، میخوام امروز بهتون یک مژه نچرال در عین حال فرم و بعد خوبی به چشم بده و حالت فاکس آیز به چشم ها بده. با من همراه باشید. از مژه فیشر سایز مدیوم یا سایز 14 یا 12 بستگی به سایز چشم مدلتون یا مشتریتون استفاده میکنید. از چسب دان برای مژه‌های دونه‌ای استفاده میکنم. برای این مدل از سایز 14 فیشر یا میتونید فیشر استفاده کنید یا مرلین یا فیشر کینگ. از سایز 14 استفاده میکنم و فقط تا نیمه چشم رو کار میکنم. زاویه دستم از بالا دقیقا رو بن چشم. برای این سبک میکاپ فقط تا نیمه چشم رو کار میکنم. سایز 14 بعدش 12 و سایز بعدی رو هم دوباره 12 میذارم. اگر میخواین یک مژه لایت و یه میکاپ لایت تر داشته باشید فقط تا نیمه کار میکنید. اگر هم میخواید کلا به چشم فرم بدید و چشم رو بازتر کنید تا جلوی چشم رو مژه کار میکنید از سایز کوتاه‌تر، سایز 10 یا 8. از همون مژه‌ای که کار کردید سایز 8 یا 10 رو هم 2 تا دونه تا جلوی چشم کار میکنید که یک هارمونی ایجاد کنه. به زاویه دستم که از بالا میذارم دقت کنید، این باعث میشه که چشم لیفت میشه کاملا. حالا اگر بخوام یکم پرکارتر کار کنم و فرم بیشتری به چشم بدم، میام یک سایز 16 رو برمیدارم و نصفش میکنم. باز هم از هر سبکی که کار میکنید، فیشر، مرلین، فیشر کینگ، هر سایزی که میذارید نصفش کنید. زاویه‌ای که این مژه میذارید خیلی تاثیر داره تو لوک نهایی کارتون. زاویه دستتون از بالا و به سمت بیرون باید باشه، یعنی یه مقداری کج رو بن مژه قرار میگیره. حتما از روبرو چکش کنید که تو لاین خط چشمتون قرار بگیره. حالا میتونید 2 یا 3 استپ دیگه مژه کار کنید و تمام. از سایز 14 فیشرم استفاده میکنم و جاهای خالی رو پر میکنم. فقط یک استپ دیگه تا نیمه چشم فاصله دارم و اون یک استپ رو پر میکنم. چون مژم سبک لایت کار کردم نمیخوام بیشتر سیاه بشه بن مژه. همزمان که مژه رو میذارم چک میکنم تا جای درستش قرار گرفته باشه. اینم از لوک نهایی مژه. خب بریم برای میکاپ لبش با استفاده از یه براش خیلی ظریف و یک رنگ لب تیره. میتونه یک خط لب تیره باشه، میتونه یک رژ لب تیره باشه که تم گوشتی قهوه‌ای تیره داشته باشه، یا حتی میتونه کانتور چرب تیره باشه. باهاش کاملا کادر لب رو روی خط لب واقعی خودش کار میکنید. قسمت وسط لب رو هم بالا هم پایین میتونید 0.5 میلیمتر برجسته تر کنید و از لب خارج بکنید، اما قسمت گوشه لب ها رو حتما باید رو لب خود واقعی مشتریتون کار بکنید که از حالت طبیعی خارج نشه. از کنار لب ها تیرگی رو به سمت جلو میاریم و وسط لب رو خالی میذاریم، چون میخوام لب تم آمره بگیره و گوشه لب ها تیره تر باشه، وسط لب ها روشن‌تر، لب ها رو خیلی برجسته و قلبه‌ای میکنه و خیلی میتونه
جذاب باشه. خیلی هم اتفاقا ترند شده این سبک رژ لب. فقط خطتون رو خیلی دقیق در بیارید بچه‌ها. میکاپ لب امضای یک میکاپ آرتیسته. با یک کانسیلر رنگ طبیعی میام کمی مرز کانتورم رو فید میکنم و داخل لبم رو روشن میکنم. بعد از اینکه به یه فید نسبی رسیدم میرم برای اینکه از رژ لبم استفاده کنم. از یه رژ لب کالباسی استفاده میکنم. از داخل لبا شروع میکنم و به کنارها میکشم. از برند مک. بعدم با استفاده از یک لیپ گلاس میایم کاملا لب رو براق میکنیم و بعد لب رو چند برابر میکنیم. خب امیدوارم از قسمت سوم و پایان آموزش 0% این میکاپ جذاب با من لذت برده باشید. یادتون باشه اگه میخواید توی قرعه کشی آیفون شرکت بکنید از طریق لینکی که اینجا براتون میذارم میتونید ثبت نامتون رو انجام بدید و اگه هر سوالی در مورد آموزش و دوره میکاپ آرتیست پلاس دارید میتونید از طریق آیدی پشتیبان که بازم این پایین براتون میذارم میتونید سوالاتتون رو بپرسید. خودم شخصا بهتون پاسخ میدم. یه سری از سوالاتتون هم تو قسمت 4 جواب میدم. فردا شب میبینمتون.